غیر امکان است. این همون کمیسری است که از پسم بود. اینجا چی کار داشته باشد؟ یا کی بودن ما رو فهمیده است؟ چی؟ چقدر دختری بیروی هستین. مثل که این رو در کجای دیدم؟ همینش نمی رسید. خوب، ولی چرا با من عجیب نگاه دارد یا اینکه از من شبهه دارد؟ ای چی نگاه داری؟ چرا نگاهت کنم من؟ او مراد کمیسر، تو رو کدام شمالو با اینجا آورد؟ پدرم گفتم باور نکردم. همکار سازی؟ کمیسر زبای، تو اینجا چی کار میکنی؟ همینجا زندگی میکنم. اینجا زندگی میکنی؟ چی؟ هر دویشون کمیسر بودن؟ همینش نمی رسید. ای همکار، با محله ما اومده و یک دهن گپ نمیزنی؟ شکر خدا که پدرم به تو خانه اجاره داده است. پدرت گفتی؟ همون خانه فروش پدری تو بود؟ آها، پدرم دوملازمی دیوانه در اصل پدری من نیست. پدری خدا رحمتی کمیسر زبید است. به خاطر که هیچ کس سر و اسرار بین من و شادی چرا نفهمد، من ترجمه حال کمیسر زبید رحمتی رو خوانده عیناً مثل او زندگی دارم. هیچ باور نداشتم که روزی میرسه که دوملازمی دیوانه رو پدر میگویم. توبه توبه توبه. مادامی که پدری تو خانه فروش بود، چرا من در مهمان خانه می ایستادم؟ بین گپ زنی نه. آخر من ترا نگفتم که بیا بریم در محله ما نه خونه تیجد میاوم. رفتیم در این خانه سر یک پولچو چخ میکنیم جورا. در خانه وقتم نشد قطع شما شناس شو. مثلا من زبید، کمیسر زبید. زینب شنلی شد هستم. ممنونم. با فکرم خطی مراد کمیسر شناس شدید نه؟ متاسفانه شناس شدیم. متاسفانه؟ بله شناس شدیم. او هم مثل شما جنتلمنی عالی است. تشکر عزیزم. خد بیاد در این خانه صحبت میکنیم. میرویم. مراد نکی عروس حیوانی بدره؟ کی؟ ینگت آخی. همین دیوانه زیباست؟ به عقل ینگت خیلی گرد نزن. لیلی را با چشم مجون نگاه. سرسته نگو، گویا که زیبا رو ندیده. ای با کجا اومدمی؟ در یک خانه دو کمیسر بوده است. خیر، مسئله خانه کمیسر مراد را حل کردیم. خانه زینب دخترمان هم حل شد. اکنون وقتی به آخر رسیدن این کار آمده است. زینب دخترم، شما یگان مشکلی ندارید؟ مشکلی؟ یعنی یگان دوست داشته دارید؟ نه جناب، دوست داشته ندارم. شما چرا پرسیدید؟ مراد کمیسر، تو را نمیپرسم. این هم تو زن نداشتی؟ من از پشت کاروبار حالا هم خانه‌دار نشدم. تولین جان، خونی من نسبت این دو جوان در جاش آمده است. دلم راضی نمی شود که اینها تنها باشند. میگویم آنها را خانه‌دار کنید. آهسته چیکار میکنید خانم؟ لطفاً آهسته تر. بخشش ناگهان شد. نه، باز فهمیده کردنی بودی جنابی عظمی. لطفاً، یعنی من با همین خانم خانه‌دار شوم؟ گویا که من با تو خانه‌دار شدن میخواهم. حاجت به نامزدی نیست. آخر حاضر نکاح میکنیم. جنابی عظمی لطفاً بس است. تو هم عروس را دیدی، باز چی میخواهی؟ از این زیباترش را نمیابی. چی گپ است؟ خدا نشان ندهد. چه خیلی خدا نشان ندهد؟ اصلا تو بروی من موافق نیستی. انا همیخل عشق بزرگ با نفرت آغاز می‌یابد. دیونوار بچه خط ازم بته. زینب کمیسر مراد نمیفروخی، نمیفهمی. خاموش! گپ زن شدی بی تربیه. در بالایگتی پدرت گپ نزن. ای عظمی جان، آرام شو لطفاً. عشقم. کمیسر مراد، از زینب دور باش، نمیزیبد. وای، او کمتر دیوانه است. اصلا کمتر نه. پورا دیوانه است. دیوانگیش کپیده است. طاقت کن میلش. خانه‌دار میکنم. عظمی جان لطفاً آرام شو بینشی. آخر هر دیتون تنها هستید. در خانه‌دار شدی رحمت است. هم مجردها را خانه‌دار کردن ثواب است. همین خیلی است پدر جان. خاموش! گپ نزنید. خاموش! من دوست داشته دارم. من هم دوست داشته دارم.
نداشتید کو؟ معلوم که داشتند عزمی جان، هر دویشان دوست داشتند. یعنی از تو شرم کرده گفتن نتوانستند. بعدن البته که تو مجبور کردی دیگر طاقت نکردند و گفتند. آرام شد. من به دستشویی روم. رفتیم جای دستشویی نشونه بدیم. نه تو زحمت نکش. در کجا بودنش را بگو بس. در دوی ماشینه. کمیسر بخشش میپرسم. اهمیت نده این است. مهم نیست همکار. این آدم دیوانه بوده است. مرا با این دختر دیوانه خانه‌دار میکند. دیگر کار ندارم که با این خانه‌دار میشوم. خیر همینجا هست به فکرم. با اجازت شما من به حجره می روم. خراجات توی است حسابی من. راحت باش دخترم. ای عزمی جان بس است آخر. دختر دوست داشته دارد، مجبورش نکن. به شما اشتیایتان. تشکری زیاد. از این دختر خوشم آمد. مراد کمیسر را به این خانه دار میکنم. کافیست. پدر همون دختر دوست داشته داره. دروغ میگوید. مجبور شد. هیچ کس مرا فریب داده نمیتواند. سرم درد کرده ایستاده است. تو اینجا چیکار کرده ایستاده ای؟ در دستشویی بودم. در حجره من چی میکوبی؟ وای معذرت میخواهم، من حاجت خانه میکفتم، اشتباها در آمدم. حاجت خانه میکفتی؟ در مقابلت کودک هستم که فریبم میدهی؟ در حجره هم چیکار میکنی؟ چیکار میکنم در حجرت؟ گفتم که خطا کرده در آمدم. بیرون برو. میبرویم، نخوردم حجرت را. با بیرون برو. درهو. بسیار خوب. دردی سر شده؟ چرا به حجره من در اومده باشد؟ یا اینکه فهمیده است که دختری نقاب دار هستم؟ اینه اگر میفهمید که ها دستگیرم میکرد. باید باز هم با دقت باشم. همکار بخشش پدرم کمتر سخت گرفت. مشکلی نیست همکار، زق نشو. خیر من به امنیت میروم. من هم با تو میروم. جورا رفته یک جا آدم های انبار رو به گپ میداریم. خوب میشود. باید آنها را به گپ دراریم.
آنها میدانند که دختر نقابدار در کجا پنهان شده است. رفتیم. بیا رفتیم. این آدم از پس چی باشد؟ ابله من ایستا گفتم کجا میره تو؟ این تازه گفتنی گپ نیست. تازه نه. تازهش اینه ایش بس میشه و حیوانی چیه؟ استو چیسته؟ اسمس کن دخترکا بروی می نویسم؟ تیسر نویسی یادش کدم. اپا بچه ها در حوالی هستن. چی؟ پدرم باز نشنود. ساز راحت خم میشم خیلی دستا بگه حیوان. اگر از میفهمد که ما با دخترانش وا میخوریم انیق میپراند ما رو. از میپرانم مایلش کمالی سیاف هم اگر کمالی سیاف پرانده نتواند زباید انیق میپراند. چه زورم اگر ما رو به قفه اولادی میپراند. تو حیوان چه خیلی گپ زدی؟ ما اینجا مردنی اومدیم حیوان. شوکت مرو نترسون مرو. دیگه خیلی فکر رو بد تنگو احمد دیگر نمیگویم. انا جیگرک تو اومدن. خدا سختی بجازو کدوم اصلا. من هم تو رو یاد کردم شوکت. مگر ما همیشه پنهانی ما میخوریم؟ کی از پدرم خواستگاری میکنی؟ وقتی که بمره. تو چی گفته ایستاده ای؟ رفته در بالای گروش به صدا خواستگارید میکنم اصلا. در زندگیش خواستگارید کنم به خدا هیچ وقت روزی نمیشه. وای ابله ها، وای احمق ها، مگر من این را از شما نپرسم؟ بدوز مرا سمی، باید جای دور رویم. من از تو جدا زندگی کردن نمیخوام. چیکار کنم دوستم مگر؟ باید دهه لای بحر رویم. تو آنجا ماهی میداری؟ من باشم برای تو خوراک میپزم. من ماهی میدارم. این چی خیلی میشود؟ خوب میشود. من اینش رو نمیدونم شوکت. مرا از پدرم خواستگاری بکن. جانم چرا مرا نمیفهمی؟ اگر خواستگاری از کنم او دیوانه مرا میپرونه. جانم تو پدرم رو خطا شناخته ای. او کسی رو آزار نمیدهد. پدری تو؟ بله خودش از پشت یک زنی خود پیسند است. باز با یک پسر و دختر نفشناس شده آنها رو خانه دار کرده نیست. خیلی خانه دار شدن بعد؟ نه آنها دوست داشتند. دختر ما مردیم در اینجا در حق زنگیری چون ما رو خانه دار نمیکنه؟ بله دختر هاز من تکلیف خانه دار شوی نکردم. تو چی قطعیز بله گفتی؟ آخیران دایتان را خانه دشمن ها صلحیه نازیه بزمین. التماس جان بزمین نشنی بود. پس تو پینها شما یا عشقا سیاسا میگفتم که بیامی کارو نکنه. ای بدبختان از پشت دخترهایم بیرون شوید. حیاتم مرا بیدوست. من با شما نشان میدهم. تو با من ماهی دوری رو می‌آموزانی. مرا گو با شوکت از گپی پدرم نمیبرم. آخه پدر شدن نمیخواهم. امروز آخه پدر شدن من گناه تو به کلا میگیرم. التماس مرا باش سمی. من از گپ پدرم نمیبرایم. همین رو گوش نکن آخه. همین رو شما چگونه مرد هستید که در پشت دخترها پناه رفته. استاد شوکت از حیاتم ابلها صلحیه ما جان. ایستد خدا شما را پرون چی؟ کلمه شهادت را بخوانید. با آن دنیا تنها نروید. اگر ندانید من به شما یاری میدهم. اشهد الله. بخشش هم که من کلمه شهادت هم میدانم. تمام تیار باشید. پدر جان این کارو نکنید. در این سن سال و محبس نروید. در محبس پوسیدن مردنتان رو نمیخوام پدر جان. آنها رو نپرونید. چرا پرانم؟ تو را پرانم؟ او را پرانم؟ بگه. نه اقلا سمی رو نپرونید. شوکت رو پرونید. تو چی گفته ایستاده ای؟ چرا شوکت رو پرونند؟ بگذار سمی رو پرونند. تمام. به خلاصه کی را پرانم کی را نپرانم از شما بپرسم.
تمام دست کشیدم نمیپرانم نمیپرونی؟ نمیپرانم ای صمیم مبارک شما نمیپرونه اکا شوکت موسیم داری تبریک شوخی کردم کمی راست نیزه من کجا میپرونم اکا کنون التماس مورو نجاده از او کی هست؟ از میدینه لعنتی من با شما نگفتم که از دختری او دست کشید. رو اکنون چیکاره که میخواهید کنید؟ نامردی کردی اکا رو میپرونم کی رو میپرونی؟ همون بیلاموز ها را پرانی شکار پراندگی خدا چی بپستا شوکت ایستا دم حکمیم پای پایم اون رو باید کنم کجا میپری تو؟ ایده اون رو باید خواه شوی میپریم شوکت صفت نگو خواهر عروس ما تقلید کردم به معنی نبود ایش به معنی هست بدتری آب غرق شدن خوب شدن دیگر شما را ناراحت نمیکنم غرق شدن هش دارید بخواه نمیرویم رفتیم گفتم شوکت این صدای چیست؟ پرنده؟ کدام پرنده؟ پرنده سرخور؟ اصلا این نموده پرنده های بدبخت را کشتن لازم. پدر جان پرنده خور رو نپرانید. پرنده پراندن گناه است. ها پدر جان گوش کنید صبحهایتان کم می شود. خاموش گفی پدر جانم نکن. پرنده های بدبخت را بپرانم. وای الله ها گوره شوکت گوره پدر جان نپرانید پدر جان نپرانید پدر جان ایستید. بچم در خانه نان نیست نان بخور بیو. مایلش مادر جان از مسجد آمده میگیرم. سلام علیکم. علیکم سلام. چی شد؟ یگان پیشروی هست؟ نه یعنی تو دانی و خدا در این زمان گهواره باش گفتنی چیز مونده است؟ کار تو دشوار است داملا. خیر میبینیم. مایلش شماد بخیر. با تو هم بخیر شود. خوب هستی زینب جان؟ رحمت جانم بسیار خوبم. در خونه شما خود رو تنها حس نمیکنم. تو چه خیل هستی؟ مادرت گفت که به نزدیکی نامزد میشوی؟ تو بسیار زیق می نمایی. یگون مشکلی هست؟ یک نامزدی دارم که خودم نمیخواهم. خودت نمیخواهی؟ تو بر این دختری زمانوی چه خیل با آدمی که نمیخوای خونه دور میشوی؟ در این 2 سال از سرم چیزهایی که نگذشت. اگر خوی نقل کن. حکایه دراز است. یگو وقتی دیگر نقل میکنم. میلش میشود. به هوای تازه میبریم. میلش رفتیم.
چی گپ است؟ صدای تیر از کجا آمد؟ جناب هجوم کردند. چخیل هجوم کردند؟ کی جرأتی به ما هجوم کردن را دارد؟ شما را در حال بالا میبرم، زود باشید. در آمد. چی در آمد؟ به خانه من چخیل می داره؟ چخیل سلاح را با من ده. در آمد. چهارده تیر خالی کردی. تو کی هستی؟ هیچ کس نیستم. از من چی میخواهی؟ جانت را. گوش کن، اگر به من ضرر رسد تو را زنده نمیمانند. از سود گرفته میتوانی، اما از عدالت من اصلا. گوش کن دوستم، یا مصلحت میکنیم، هر چیزی که میخواهی بگو میدهم. جانت را. برادرانی در جهنم بودت را سلام بگو. پروا نکن، بسیار تنها نمیمانی. همه‌شان را به نزدت میفرستانم. نه نه نه، این کارو نکن. خوش. کاری تو تمام شد اولاد. اکنون رفته دیگر ماشین را گیریم. بعدا میفهمیم که چی گپ بوده است. آها، اینها را ببین، قریب فراموش میکردم. انا این گپی دیگر. شدی چه کامرا نظارتی را چی بالو زد؟ همکار طریق رادیو این خبر را شنیدم. چی گپ شده است؟ کسی اینجا رو به قبرستان تبدیل داده است همکار. با فؤاد گونیلوغلو 15 کس مرده است. فؤاد گونیلوغلو؟ همان نفری که سود آزادش کرد نیست مگر؟ همان. این را کی کرده باشد؟ یگان مافیا قصد گرفته باشد چی؟ نمیدانم. همین را میدانیم که از آدم بدبخت تمام مافیا میترسیدن. خوب یگان فکر داری؟ هیچ فکر ندارم. تخمین میکنیم که این کار را یک آدم میکنن. اگر همین خیل باشد در مقابل من یک قاتل پروفسیونال هستم کار هوشیار شدن در کار. هیچ چیز نیست. همه کامراها رو بیکار کردن. ایزی انگوش هم نگذاشته است. یگان شاهد نیست، یگان زنده نیست. اینی کار دشوار است بگو. جنگاور، اژدها، دختری نقابدار بس نبود که باز این خیالی آدم کش پیدا شد. ما آرامش نداریم که همکار. تو اینجا چیکار میکنی؟ من خودم حل میکنم. میتوانی روی؟ خوب نباشد. خیر برای کار. آباد باشید. خیر پگاه میبینیم.
امشب درباره هیچ چیز صحبت نمی‌کنیم. یک اعضایمان فؤاد گلن آغلو کشته شد. باید قاتلش را یافته در حال جزا دهیم. کی کشته است میدونید؟ نمیدانیم. کی جسارت این را دارد؟ این بی‌معنی است. آدم‌هایی که در امنیت و استخبارات داریم هیچ چیز را نمیدانند. هیچ کس معلومات ندارد. یعنی از پس خیالمان هستیم. هر چه زودتر دانستن لازم که رفیق ما را کی کشته است. اژدهای سرخ را در حال به اینجا دعوت کنید. модар чаро маро ба худат ҳамроҳ овардия? ман як кор доштам. чӣ кор доштӣ? боз бо ҳамон бачаи муаззин вомехӯрдӣ? не модар, ман бо як дугонаам бояд вомехӯрдам. бин санам, охирон бор мегӯям, он бачаро фаромӯш кун. ман барои ту як мувофиқашро меёбам, қавл медиҳам. аммо ман ҳиҷриро дӯст медорам модар, ту ҳам инро медонӣ. дӯсташ надор духтарам, вай муаззинро дӯст надор. гӯш кун, на оилааш ба мо мувофиқ аст, на бача ба ту мувофиқ аст. бе ин ҳам гаворабахш доштааст. гаворабахш? ба ту нафрат дорам иҷрӣ. карӣ биё. уф модар, ман туро инҷо мунтазир мешавам, ту худа даромада харид кун. бе ин ҳам асабӣ ҳастам. ё худоё, зуд чеҳраатро туруш накун. ту ба беҳтарин ҳо лоиқ ҳастӣ. бовар кун духтарам, ҳамин ҷоист. санам чӣ аст? чӣ хел ҳастӣ? аз он ҷо чӣ хел менамоям аҷабо? чун ҳамеша бисёр зебо менамоӣ. ту маро масхара карда истодаи чӣ ҳиҷрия? ман чӣ гуфтам санам? чӣ шудааст? ту бо ман гап назан, фаҳмидӣ? ту рафта бо вай гаҳворабахшат гап зан. кадом гаҳворабахшама? бубин ҳоло ҳам гап мезанад, ҳоло ҳам гап мезанад. лутфан санам, чаро ин хел мекунӣ? ҳам ту худат танҳо чӣ кор мекунӣ дар назди мағоза? модарам дар дохил аст, ӯро мунтазирам. бе ин ҳаман чаро ба ту ҳисобот диҳама? модара дар мағоза аст? бале. модари ман ҳам дар мағоза аст. чӣ? модара дар мағоза аст? ما بچه با دختری تو من بچه تو رو چکار میکنم؟ ماییده بیاین، فرزانی خاکی سیاهش کردم. بیاین، مهرون نشیده یالی بیاین. چی گفت باشه؟ این چی مایی دوده؟ این آوازی رو سیاه کن. ҳамсоягон мешунаванд духтари? ором шавед модар, аз баҳри худо. من دختری تره چکارش میکنم؟ دختر خودت بنازی چی گفت هست اینجا؟ این رای شما پرسیدن در کارای یا اینکه شما باز از پس دخترم هست؟ ما دختری به هنری تره چیکار میکنیم؟ چی؟ ما دختری به هنر در کار. ما این بچه را گاهواره بخشش نمیتونم. کدام گاهواره بخش؟ مامان گوش کن. با پسرت بگو دیگر از پس دخترم نشد، فهمیده؟ تو چی بگوی؟ با پسرت بگو. تو ماذا تهدید میکنی؟ تهدید میکنم. از این پس تو نه، پسرت از پس دخترم نمیشد، فهمیدی؟ یک تاد نزنم. ملیس تو اکرم رو که دوست داری چرا قبول کردی که با برق خانه دار شوی؟ با تو چی نازیه؟ معلوم است که ملیس با جای عشق پول را انتخاب کرده است. اکا کمال دخترها مرا با ملیس تنها گذارید. اما اکا پدرم بیند بسیار بد می شود. دخترها
با شما گفتم روید. اگر پدرم آید ما به تو خبر میدهیم. آفرین خواهرانی دونوی من. کمال تو در اینجا چیکار میکنی؟ بیرو از اینجا زودتر. با خانه درآیید گفتم. با تو باید صحبت کنیم ملیس. دیگر چیزی گفتنی نمانده است. وای ملیس، ما یکدیگر رو دوست می‌داریم. چرا این کارو کردی ها؟ تو با او خونه دار نمیشوی. اصلا اجازت نمیدیم. کمال کافیست میگویم، کافیست آخر کافیست. زود رو از اینجا. هی ملیس، من از تو هرگز دست نمیکشم. لازم شود تو رو میدوزدم. وای اینجا چیکار میکند؟ باز یگان دیوانگی نکنی، فهمیدی؟ خواهش میکنم. من برای تو شده به همه کار دست میزنم. هیچ کس مانع نمیشه. کمال سیاه چی خیلی دیوانگی میکرده یا؟ تو بین هم دیوانه هستی. چی میخوای از دخترم؟ از پشت تو شده اژدها گفتنی آدم قریب دخترم رو میکشت. دفع شو از اینجا. منتظری چی هستی ها؟ گوش کن، پدر و عقت رو جیغ میزنم. دفع شو از اینجا. ملیس چرا رهایت نمی کند؟ این از تو چی میخواهد؟ آخر به نزدیکی نامزدی میکنی. مادر کافیست، مادر دیگر گپ زدن نمیخواهم. بسیار خسته شدم. کافیست. همکار یک پیاله چای نوجوش اومده ده. چه خیلی؟ نه رحمت همکار، من میروم. نه آدمی نکن مراد. بیا بفروی پیاله چای میگیریم بعد میره میده میده. بیا بفرو بیا. خوب مایلش این خیر باشد. کمال در اینجا چیکار میکنی؟ با پیش ملیس اومدی؟ با تو دخل نداره لکه. دادارم تو دیوانه هستی. پدرم چند بار با تو گفت که از ملیس دست کش. او با دیگر کس خانه دار میشود. باز یگان دیوانگی نکنی بی عقل. بدبخت میگو یک کارانه که برخست میکنن. یه حیوان حالی شتای گوی مردگی را نخورده است. اوف، نصف روزی شده است. چقدر خوابیده اما. باز همون کمیسری بی شرم آمده است. از حادثه کشتار شب گذشته یگان معلومات پیدا کرده؟ هیچ نیفتیم. عجیب است. شنیده بودم که در پشت فؤاد بسیار آدم‌های با قوت است. همکار ما هم شنیده بودیم که از یک گروه متشکلی مخفی بوده است. اما هیچ معلوماتی به دست نآوردیم. معلوماتی نیست. کارمان دشوار است. البته همکار یگان معلوماتی نداریم که او را کی کشته است. پیش از این یگان کاری کرده است یا نه هیچ معلوماتی نداریم. خدا میدونه. این کار رو اژدها نکرده باشد همکار؟ تو باوری نداشتی که اژدها زنده است کو؟ اگر اژدها زنده باشه کار بس میکنم. میرم در دهقان بازار ارابکش میشم.
تو را بسیار یاد کردم. من هم تو را. نهایت گروه اجازه داد که تو برگردی. اگر کارشان نمی‌افتی دعوت نمی‌کردند. میخواهند تو قاتل فؤاد را بیابی. از جنگاور حالا هم یگان خبری نیست؟ جنگاور گفتی؟ حالا از پسی او هستی؟ او مرد؟ جنگاور نمرده است؟ چی خیل نمرده است؟ 2 سال است که نمی نماید. نمرده است. میخواهد که من پیدا شوم. از جنگاوری که 2 سال پیش مرده بود کارهای مشکل تری داریم. مثلا دختر نقابدار. دختر نقابدار؟ بله، از پسی تو است. باز یک کمیسر است. که بوده است؟ کمیسر مراد. در همه جا تو را میکابد. فکر میکند که تو نمرده ای. هجری حالا هم درباره گوهربخشت به من نقل نکردی یا اینکه از من چیزی رو پنهان میکنی؟ آخر سنم جان وای موضوع مهمی نیست که اون رو من به تو نقل کنم. چه خیلی مهم نبوده است؟ آخر من نو تولد شده بودم که مادرم و خالم این کاری بیمانی را برقرار کردند. خیر بعد تو چی گفتی هجری جان؟ چی را چی گفتم؟ تو هم با وای دختر خانه‌دار شدن رو قبول کردی؟ با کدام دختر؟ آخر با اون دختری گهواره‌بخش آخر. از برای خدا من باید چی میگفتم؟ من نو تولد شده بودم 1 ساعت شده بود. حالا نوزادی مایدهک بودم مرا میجنباندم. یعنی من خود بودم که با دختر خالم گهواره‌بخشم کردم. تمام. نه آخر تو میگویی که با دختر خالت گهواره‌بخشت کردن خودت خواستی یا نه؟ تمام هجری تمام. هجری چرا درباره گهواره‌بخشت پیشتر به من نگفتی؟ آخر تا دیروز در فکر خودم هم نبود. هم اگر میگفتم چی میشود؟ اقلا میدونستم من همه خیلی نه؟ سنم جان بدونی چی میشود؟ چی بدونی چی ندونی هیچ چیز تغییر نمییابد سنم. باشد هجری از این پس هیچ چیز رو دیگر از من پنهان نمیکنی فهمیدی؟ فهمیدم. مسئله گهواره‌بخش رو هم اینجا میپوشم دیگر این رو نمیکشویی. بسته شد. دیگر شنیدن نمیخواهم. نمیشنوی. نگفتم که در بارش گپ نزن. نمیخواهم. چرا دوام میدهی؟ دیگر گپ نزن. اما خودت گپ زدی سنم. تو چرا دوام میدهی؟ موضوع بسته شد تمام. نمیشنوی؟ اوف. غیر از این یک مشکلی بسیار جدی داریم هجری. والدانم خانه‌دار شوی ما رو نمیخواهند. چی کار میکنیم ما؟ یعنی با اذن خدا یگان راهی حل را مییابیم. آخر لازم شود تو رو گرفته میگریزم سنم. ای مادچه رومانتیکی من. میدوزدی مگر مرا؟ لازم شود میدوزدم. میخورم من تو رو. تو مرا چه خیلی میدوزدی هجری جان؟ با ماشین. ما در فیلم بازی نداریم. در حیات حقیقی هستیم. نمیبینی؟ به این هم من پدر و مادرم را گذاشته به هیچ کجا نمیروم. خب نباشه چیکار کردنی تو؟ این کار چه حل میشود؟ والدانم را راضی میکنی؟ اول تو بیا والدانی من را راضی کن. اوه هجری والدانی تو هرگز راضی نمیشوند. چیکار میکنیم ما؟ ما خانه‌دار شدن نمیتوانیم هجری. نه با فکرم خانه‌دارم نمیشویم. تو فکری بد نکن. با اذن خدا آنها رو راضی میکنیم. حل میکنیم این کار رو. آخر جدا نمیشویم که سنم. البته که جدا نمیشویم. چرا جدا شویم که؟ غیر از این وای بدبختی 18 ما رو جدا کردن نتوانست. مگر والدانمون جدا میکنن؟
санам, дигар номи вай бадбахтро ба забон наёр. ӯ устодам ва зуҳуроро кушт. ҳиҷрӣ, шояд зиё устодат намурдааст. охир ҷасади ӯро пайдо накарданд. шояд ҳоло ҳам зинда аст. оҳ устодам, оҳ устодҷонам, агар зинда мебуд меомад. ҷанговари бечора, ҳамаш аз пушти он аждаҳои паст шуд. ниҳоят полисҳо ҷасади ӯро пайдо накарданд. 2 сол шуд ки бечора берун намебарояд. агар зинда мебуд аниқ ба берун мебаромад. бо одамҳои бад меҷангид. худо раҳматаш кунад. омин. биё ба масҷид равем санамҷон. майли. духтари ниходдор ки будааст? ки буданашро намедонам, вале бисёр хатарнок аст. аз ман чӣ мехоҳад? намедонам. аз куҷо медонад ки ман зиндаам? инро ҳам намедонам. вай полис аст магар? комиссар муродро мегӯӣ? касе ки набошад. амният ту мурдаӣ гуфта парвандаро маҳкам кард, аммо ин одам омада парвандаро аз нав кушод. чаро? намедонам. ту чиро медонӣ? хайр, аз духтари ниқобдор ягон хабаре пайдо кардӣ? чӣ хабар? шаби гузашта ӯро аз даст додем ку. ту чиҳо мегӯӣ? имрӯз беҳуда гузашт. ту аз паси духтари ниқоб. суруду клипҳои нав ба нави тоҷикӣ. چرا ندانی دل فیگارم چرا نخوانی و خارجی ویدیوهای پندآمیز. آیا میدانی؟ اجل هم دنبال توست. و سلسله فیلم های جدید با صفت بلند. این همه را می توانید از کانال شهناز میدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز میدیا آبونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. دور نرفتی؟ تو مرا مسخره کردنگی. وقتی که من اژدها رو دستگیر کنم بعد سلامت میدهم. همکار اژدها رو مونده است مگر؟ مرده رفتو. دیلش رو بیهوده کشیدی. محکم شده بود. این کمیسر چرا از پس اژدها باشد؟ نام من کمیسر مراد است. در حیات کاریم بسیار دلیل‌های پوشیده دیدم. این دلیل را تا من نگویم که پوشیده شد نمیپوشیمش. تو آدم ناامید هستی. پدرم راست میگه. تو رو باید درحال خانه‌دار کردن لازم. دختر نقابدار را بزنی میگیری؟ چی؟ با دختر نقابدار؟ بله همکار. رنگ تو میجری خفوش میدوی. انا عشق، عاشقی. تو مرا مسخره کردنگی. مسخره کردنگی. زیبا نبود مگر؟ زیبا گفتی؟ چی میدونم؟ روی دختر رو ندیدم. اگر میدیدی چی؟ یک دقیقه با اویله شما چی شده است ها؟ تو مرا با این نقابدار خانه‌دار کردن میخواهی. پدرت با وی بیشرم دختر خانه‌دار کردن است. این فعل و رفتار است که از پدر به پسر میگذرد. نفهمیدم من چی میخواهید شما. مگر با تو خانه‌دار میشوم؟ بیشرم. رفیق کمیسر روز یک گپ میگم دهنت میکنم. این دیوانه پدری من است. در این موضوع بد گپ میزنیم. زینب زیبا نیست؟ ایمان از برای خدا کجایش زیبا است؟ بیشرم است. این بد اخلاق رو ببینم. شیطان وسوسه دارد که رفته دهانش رو بیشکن. من با عشق و عاشقی کاری ندارم همکار. یگان دختر دوست نداشته؟ من وی دفتر را پوشیدم دوستم. در گذشته از عشق بی‌وفایی دیدی مگر؟ یک چیز را میپرسم.
اژدها با دختر نقابدار دوست داشته باشند؟ همکار است برای خود چی ها میگوید؟ چرا نباشند ها؟ دیدی این طرفش را فکر نکردیم ها؟ شاید باشند. چرا منتظر هستی جانم؟ گروه تو را دعوت کرده است. تاجری نیست، میروم. جنگاور را یافتنم لازم. حالا هم زنده است، حس میکنم. زنده بودنش غیر امکان است. اینقدر باوری نکن. همه مرا هم مرده میداند. اما بین در روبرویتم. از آن روز تا این وقت یکان جنایت نکرد. اگر جنگاور زنده می بود خودش را آشکار کرده نمایان میشد. برای این را فهمیدن تنها یک راهی است. باید آشکار شوم. جنگاور زنده باشد خودش را نشان میدهد. برای گرفتن انتقام کلتکیلس به نزد من می آید. هم کلس هم جنگاور مردن جانم. گذشته را فکر نکن، آینده را فکر کن. کلتکیلس زنده است یا اینکه مرده؟ شاید امشب این را میفهمیم. نه جانم نکن، خودت را زیر خطر میگذاری. دختر نقابدار، مراد کمیسر و جنگاور آنها را به یک جا دعوت کرده همه‌شان را بدنام میافتانم. کمال سیاه هم زنده است. او را بگذار. جنگاور زنده باشد این دفعه عمیق میمیرد. درد دختر نقابدار و کمیسر هم چی هست میفهمیم. اما اول خبر دهم که آمدم. کافه تمام شده باشه یک فالت ببینم. نه فال نبین، من به فالهایت هم خوبم. جورا بیا یک فالت ببینم. بچه ها چیکار میکنید؟ صحبت داریم پدر جون. خوب زبای پسرم خیز مسجد میرویم. هجده امر معروف دارد. مالش پدر. کمیسر مراد بیا با ما برویم. با خدا بسیار خوب می شود. امر معروف هجری را بسیار تعریف کردند. امروز نصیب گوش کردن بوده است. هجری جانی ما است. هجری جانی ما است. کجا رفتیم؟ در مسجد طهارت میکنیم. ها زینب دخترم ما با مسجد میرویم برای گوش کردن امر معروف. تو هم بیا. وای جناب من پدر جان شاید خانم زینب یگان کار یگان نقشه دیگر داشته باشد، ناراحتش نکنیم. بله من یک کار دارم. با تو چی کار داری؟ یا خدایا بگذار این دختر هم آید. امر معروف را گوش کرده غذای معنوی میگیرد. خیر نه دخترم؟ خوش ما میرویم، شما باشید از پسمان آید. در راه که آمدید تاریخ روزی تویتان را هم انیق کنید. شما مرا فهمیدید؟ چه خیل؟ آن طرفش را خودتون میدانید. رفتیم. این دیونه گپا نمیگیره. چی نگاه داری؟ چرا نگاهت میکردم؟ من رفته لباسویم رو عوض میکنم. عوض کرده زحمت کش، وگرنه خدا میزنه در مسجد. حاضر من به تو زدن رو نشان میدهم. بیا میرویم. چی شده است؟ معقولت شدم. مثل که چیزی نمیرسد. چی نمیرسد؟ طهارتم کردم. روی مالت کجاست؟ خیر البته کسی که نماز نخواند پروای از آن ندارد میگویند. از پسم گپ نزن. خوب اینش می شود.
می شود. تمام. یک میزدی مرا. پروا نکنین رو همیشه میکنم. این دختر از راستی دیوانه بوده است. شما کی هستید؟ در اینجا چیکار دارید؟ جناب، همه را دیدم. در انبار دیگر هیچ کس نیست. بسیار خوب. جناب، من همیشه با تو صادق بودم. التماس مرا نکشید. وقتی که پلیس ها آمدند فکر میکنن که تو از آنها هستی. بگو که امشب ساعت 10 من در قلعه کران تاریخی در درواز میشوم. مایلرز. خدا قبول فرماید. اینم را براستی. سلام علیکم. سلام علیکم داماد. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا از شما راضی باشد. زبانت خسته. سلامت باشید اکای کنعان. یک موی 40 بود. اکای زباید سلام علیکم. نظرات خوب است؟ ایران نمیفهمند. باید یک هفته در هیچی نباشد. لبا چی گپ شد؟ در یک انبار پرتافته شده آدم‌هایی را که با شمشیر پاره کردند یافتیم سردارم. با شمشیر؟ بله سردارم. این حادثه چه خیلی شده است؟ آدم‌ها سلاح داشتند ولی خودشان را حمایت کردن نتوانستند. فکر میکنم شمشیر زیاد استفاده بردند. باز از بالای آدم‌ها هیکلچه اژدها را یافتیم سردارم. اژدها گفتی؟ بله سردارم. شد تمام به هیچ چیز دست نرساند. حضور ما میوییم. با تو گفته بودم که زنده است. مگر آن بیشرف نمرده است؟ ها هجری اون آدم نمرده است کو زنده بوده است؟ نمرده باشد این مراتب من او را میکشم. من یک دقیقه صدقه ها کدام اژدها کسی شمشیر گرد اژدها است کو بریم ببینیم کیه بعدش ما خبر میرسونیم. رفتیم هم کو. سردارم انا هیکلچه اژدها. زنده بودنت را میدانستم اژدها. با یک بودجه اژدها چقدر به این خلاصه آمدیم کن. هر کس میتواند این را اینجا گذارد. نه هر کس اژدها میشود با این بازیچه. حالا هم باور نمیکنی ها؟ زنده بودن اژدها را حالا هم باور نداری ها؟
کجاست اون بیشرف؟ در کجا است؟ کمال تو در اینجا چیکار میکنی به عقل؟ اینجا کوچه های محل است مگر در سر ایجاد میکنی؟ زود بیرون برو. کمال از برای خود بیرون برو. یک توش زنده است زبید، یک توش زنده است. گابزم من کنی اژدها رو میدونم. فکر کرد که من مردم رهایم کردم. با یک دیگر گپ زده ایستاده بودن شنیدم. امروز ساعت 10 شب در نزد قلعه کرانی تاریخی وا میخورند. خدا لعنت کند. چیکار کردی ها؟ اژدها زنده بوده است. چی؟ همین گفت؟ خیر چی گفت؟ امشب ساعت 10 در قلعه کران وا میخورند. میدانستم که زنده اژدها، میدانستم. همه چیز آماده است؟ آماده است. امشب میفهمم که جنگاور زنده است یا نه. دختر نقابدار و کمیسر چی درد دارند خواهم فهمید. امشب انتقامت را میگیرم یک تایم. این مراتب از دستم خلاص نمیشوی اژدها. امشب انتقامت رو میگیرم.
комиссар зубайдар куҷост? сардорам, комиссар омада наметавонад. мо омода ҳастем. тамом, шумо ҳам намеоед. ман танҳо меравам. сардорам, ин хел мешавад магар? амалиёти махфӣ аст, бояд танҳо равам. агар эҳтиёҷ шавад шуморо даъват мекунам, фаҳмо? хайр барори кор ба шумо. کسی که با تو این کار رو کرد او رو میکشم. تو اینجا چیکار میکنی؟ خوش از تو میپرسم چیکار داری اینجا؟ گپ زن. حقت رو حلال کن پدر. سردارم، فرمانی درباره کمیسر مراد داده‌تان را اجرا کرده. خیر، چی رو فهمیدید؟ هیچ چیز رو سردارم. غیر از 2 سال این آدم دیگر سرگذشتی ندارد. گفتنی است که همش خیال است. شاید یگان وظیفه مخفی دارد. ممکن است طرف استخبارات به یگان وظیفه واگذار کرده شده شخصیتش را پنهان کرده. وظیفه مخفیش اژدها است؟ نمیدانم سردار. 2 سال پیش جنگاور اژدها و کرتکل در اینجا افتیده بودند. مراد کمیسر فکر میکند که جنگاور و اژدها زنده هستند. خب کرتکلس چی؟ او هم زنده است. این کارهای بی‌معنی هستند. خیر، ما میرویم.
وای اژدهار زنده است یا مرده رفته میبینیم. فهمیدی؟ خوب سردار، در حال گروه رو میفرستم. برا برادر. برات کمیسر، کی هستی تو؟ پس چی هستی؟ اکنون وقتش رسیده است اژدها. منتظر بودم. این آخرین شبی تو است اژدهار. تو رو میکشم. گبزان، اژدهار کجاست؟ گبزان، اژدهار در کجاست؟ گبزان، اژدهار در کجاست؟ جنگاور، زنده بودنت را میدانستم. این آدم کی باشد؟ جنگاور، تو هستی. زنده بودنت را میدانستم. تو کی هستی؟
تو کی هستی؟ میگویم تو رو نمیشناسم. تو مرا از راستی نشناختی.